خب در ویدیوهای قبلی دیدیم که چطور میتونیم سیستم برای خود را اندازی بکنیم و آمدیم و موجودی یا سرمایه اولیه ما را به سیستم اضافه کردیم، مشتری و فروشنده اضافه کردیم، فاکتور خرید و فاکتور فروش اضافه کردیم و یگان مسائل که در هم دیگه دیدیم که چه رقم باعث میشه که اینمی دیتایی را که ما در صفحه داشبورد میبینیم تغییر بکنه. خب به همراه هم دیگه یک روزنامچه اضافه کردیم، یک هزینه را اضافه کردیم، کرایه موتر اضافه کردیم، فاکتور فروش و فاکتور خرید اضافه کردیم، یک دونه محصول اضافه کردیم، مشتریای موجودی ما را دیدیم که در گدام اینمیان چقدر داریم و قیمت واقعی تمام شده اینمی جنس ما دقیقاً سیستم ما را به چه شکل حساب کرده. و در این ویدیو قرار است که راجع به تنظیمات صحبت بکنیم و هر کدام از این تنظیمات دقیقاً چه کاری را انجام میده و همه یا چی هسته و چطور میتونیم چیزایی را که غیر فعال است و برای ما فعال نیست در سیستم برای خود فعال کنیم. خب بریم از همین اولین قسمت که سازمان است شروع میکنیم. وقتی شما وارد تنظیمات شوین، شما این منوها را میبینید که هر کدام یا دقیقاً یک کاری را انجام میدن در سیستم. قسمت سازمان خیلی خلاصه‌وار براتون میگه که اطلاعات سازمانتون چی است که همیشه میتونین یا را تغییر بدن. نام سازمانتون وقتی را تغییر بدن، نام از این اینجا تغییر میکنه، تلفن، آدرس و شماره مالیاتی. قسمت پایینش تنظیمات منطقه‌ای است که یا به شکل پیش‌فرض براتون در نظر گرفته میشه. فعلا زبانهایی که در سیستم ما هست همین دری و فارسی است، انگلیسی و پشتو هنوز در سیستم ما اضافه نشده، پس تغییر دادن یا هیچ چیزی را تغییر نمیده. واحد پیش‌فرض هم یک دفعه که تنظیم کردن دیگه بعد از او این تغییر نمیکنه مگر اینکه یک حساب جدید جور کنن اگر میخواین مثلا با ریال یا با دلار آمریکا کار بکنه. منطقه زمانی هم که شما در هر منطقه‌ای که باشین و بخواین همه اسنادا را به اون منطقه ببینین، میتونین که اینجا بعد از اینکه سیستم رو به خود جور کردین تغییر بدین. تغییر دادن این هیچ چیزی را در اسنادا تغییر نمیده، فقط در قسمت ویو شما چیزی را که میبینین در صفحه به تایم تهران یا دبی یا کراچی میبینین. خب این دو قسمت اول خیلی قسمت‌های پیچیده‌ای نیست. قسمت بعدی تنظیمات تقویم است و ما آمدیم در سیستم 4 مدل تقویم اضافه کردیم که تغییر دادن اینا هم فقط از نظر ای که شما چیزی را که میبینن تغییر میده تغییر میآید و چیزی اصلا در خود سندایی که تا اینمیال ثبت کردن هیچ تغییری نمیآید. این فقط به خاطر دیدن است. مثلا یک سلسله مشتریای ما هستن که با تاریخ شمسی ایرانی خیلی راحت تر هستن که بیشتر وقت مثلا در ایران زندگی کردن و اینی تاریخ ها و اینی نامهای ماها را بهتر میشناسن تا نامهای افغانی. و یگان کمپانی ها هستن که با تاریخ میلادی خیلی بهتر کار میکنن و کلا کسب و کارشون با تاریخ میلادی پیش میره و اینا میلادی میمونن. چیزی که اینجا وقتی شما یا را تغییر میدین اتفاق میفته است که در هر جایی که برین سندا با تاریخی که اینجا انتخاب میکنین نمایش داده میشه و همینطور در راپورها. خب اینم همون پیش‌فرضش هم میمونه. بازم میبینید در هر کدام از این قسمت‌ها توضیحات هست، شما میتونید در اینمی بالاش که کلیک کنید اینمی بیاید و هر جایی که سوال داشته نمیفهمیدین باید چطور تغییر بدین میتونید از ما بپرسید. خب این در این صفحه تنظیمات حساسی نیست که بخواید نگرانش باشین و میتونید آزمون خطا بکنید و تغییر بدین. قسمت قالب چاپ میای براتون میگه وقتی شما اسنادا را چاپ میکنین به چه شکل چاپ شود که ما 6 مدل داریم که در میشه گفت 5 مدل است و فقط اینمیان نامایشون فرق میکنه و مدرن داریم، حرفه‌ای داریم، فشرده داریم و دو زبانه. اگر شما همراه خارجی ها کار میکنین که به زبان انگلیسی بیشتر همراهشون در ارتباط هستن میتونید دو زبانه رو انتخاب بکنین و فاکتوری را که و یا مثلا روزنامه‌ای را که و یا پرداختی را که پرینت میکنین باز به دو زبان براشون نشان میده که باز در ویدیوهای آینده بخیر همه اینا رو با هم دیگه چک میکنیم. حالا مثلا من اینا در روی دو زبانه میمونم، ذخیره میکنم، میایم همین فاکتور خریدی که از احمد گرفتیم مثلا میگیم این احمد مشتری ماست از ازبکستان. وقتی چاپ بزنیم اینجا میبینین که اینجا بل خرید به فارسی هم نوشته، با انگلیسی هم نوشته پرچیس بل و اینجا بل نمبر هم مونده، تاریخش هم مثلا سنبل است. حالا برای اینکه مثلا خب مشتری ما خود تاریخ سنبله رو خود نمیفهمه چی است درست، میایم چیکار میکنیم؟ میایم در تنظیمات و اینجا تاریخ شمسی رو میمونیم، تاریخ میلادی و ذخیره میکنیم. حالا که مثلا بیایم فاکتور خرید اینی را چاپ بکنیم، اینجا تاریخ میشه آگوست 27 2026 و سریزش هم سپتامبر 27 2026 است و به همین شکل که میبینن برای من میگه که در هر جایی اینجا تایتل است، دسکریپشن است، دیگه یونیت است، هر کدام میاره به انگلیسی در زیرش نوشته که چی است دقیقاً.
خب شاید بگین که خب اصلا خیلی هم انگلیسی نیست، درست است، ما سرش کار میکنیم که بهتر بسازیمش دیگه. فعل حال همین تو یک چیز را داره، مثلا اگه فروشنده شما نام انگلیسی هم داشته باشه، نام انگلیسیش هم به اینجا براتون نشان میده و تقریبا میشه گفت قابل استفاده هست دیگه. نیاز به کار داره که انشالله بهتر ساختن میدن این قسمت ها رو. خب این از این من ایرم میمانم دوباره در روی شمسی افغانی ذخیره میکنم و ایرم در روی تمپلیت رسمی میمانم که فعلا کسب و کارتان اگر در افغانستان است که همه براتون جوابگو است. و این قسمت ارسال اسناد به صورت دیفالت در روی ایمیل است، شما میتونید رو تغییر بدین. وقتی هر جایی که هستین میخواین اونمو سند اشتراک بذارین همراه نفر، اونمو اتومات واتساپ هم میاره. مثلا من ایرم میگیرم ایمیل ذخیره میکنم، میان در فاکتور خرید مثلا میخوایم همین برای فروشنده ما ارسال کنیم، میبینین این به صورت پیش‌فرض در روی ایمیل است دیگه، در روی واتساپ نیست. اگر بریم از تنظیمات و من اینو دوباره بذارمش در روی واتساپ ذخیره کنم، باز که بریم در فاکتور خرید بخوایم همین رو همراه احمد بشری اشتراک بذارم، میاد مستقیم برای واتساپ. این فقط یک کار میکنه که شما دو دفعه اینجا مثلا کلیک نکنین این طرف که آسان تر شود و فقط یک ارسال بزنین و خلاص اینمی برای نفر ارسال شود. خب میایم ادامه میدیم. خب این قسمت تمام است. این سازمان چیز خاصی نداره که بخواید راجبش نگران باشم و میتونید هر اون چیزی که اینجا هست تغییر بدین. هر جا سوالی هم که داشتین از واتساپ میتونید بر ما از هر قسمت پرسان کنید، چون هر قسمت که شما سرش استاد شوین یک نوع مسیج جدا را بر ما در واتساپ رای میکنه که ما بفهمیم دقیقاً شما در کدام قسمت سوال دارید. خب قسمت بعدی کاربران هست. کاربران تیم شما در پلان رایگان نمیتونن از این قسمت استفاده بکنن، چون فقط همون اونر یا همون مالک فقط میتونن باشه و کاربر جدید را نمیتونن دعوت بکنن. اما ما این قسمت داریم که شما میتونید چند نقش مختلف را برای کسایی که میخواین به سیستم حسابداریتون دسترسی داشته باشه براشون تعیین کنه. مالک خودتون هستین و به غیر از خودتون دیگه کسی مالک بودن نمیتونه، اما در پایین اون میتونین مدیر اضافه کنین. اگر حسابدار دارین میتونین حسابدار اضافه کنین که اینجا نوشته به فاکتور، بیل، روزنامچه، سند حسابداری، گدام و اجناس و خرید و قیمت خرید و مفاد رو هم میبینن. صندوقدار صندوق فروش و تصفیه فاکتور، سند حسابداری و گدام ندارد و قیمت خرید را نمیبیند. نماینده شعبه داره که بیشتر برای حواله‌دارها استفاده میشه که باز میتونن یک شعبه هم جور کنن و بگن که اینی نفر نماینده اینی شعبه است که باز بتونه وارد سیستم شود و فقط اطلاعات شعبه خودش را و حواله‌هایی که داد و گرفت داشته را مدیریت بکنه و تصفیه کنه. مشاهده‌گر برای وقتایی است که شما مثلا سرمایه‌دار دارین، سرمایه‌گذار دارین، کسی را دارین که فقط می‌خواین که بیاید ببینه و هیچ کار دیگه نتونه انجام داده، هیچ چیزی را تغییر داده نتونه و فقط بتونه همه چیز ببینه، هیچ چیزی را ثبت کرده نمیتونه. حالا اگر نمیدونستین که کدام یکی از یا به درد کسی که میخواین اینجا اضافه بکنین، فقط از ما در واتساپ پرسان کنین. قسمت بعدی قسمت امنیت هست که اینجا اگر میخواستین رمزتون رو تغییر بدن و قسمت احراز هویت دو مرحله‌ای است که بعد از اینکه شما وارد سیستم میخواین بشین ازتون یک کد 6 رقمه میپرسه که همراه یک اپلیکیشن دیگه رو باید نصب کنید به نام گوگل اتنتیکیتور. بازی رو اسکن میکنید، کسایی که وارد هستن میفهمن چی است، کسایی که وارد نیستن باز براشون یک ویدیو جداگانه بخیر جور میکنیم که این رو بتونن نصب کنن. تنها کاری که میکنه این امنیت حسابتون رو بالاتر میبره. خب قسمت بعدی قسمت اشتراک هاست که اینجا براتون نشان میده که شما تا این میال چقدر مصرف داشتین. مثلا برای من میگه که ما 4 دانه بل اضافه کردیم که نزدیک به محدودیت هستیم، یعنی یک دانه بل دیگه که جور کنم دیگه بعد از اون بل جور کردن نمیتونم. چرا؟ چون من در پلن فری هستم و برای من نشان میده که خب پلن ما چه چیزای دسترسی داره و من چه کارهایی کرده میتونم در سیستم. مثلا فضای ذخیره سازی برای من تعلق نداره، من نمیتونم در سیستم مثلا وقتی یک فاکتور فروش یک فاکتور خرید دارم میخرم فاکتور اصلیش مثلا همراه اونمو در یک جای ذخیره بکنم و یا مثلا یک هزینه ای را که میکنم برای ما بل میدن همون بلش همراه روزنامچه همراه هزینه یا مصارف من ثبت بکنم که این چیزا در پلن فری نیست. و اینجا هر زمان که میخواست تمدید بکنید کلیک میکنین میاد اینجا و اینجا باز دوباره همه چیزا رو ریستر براتون نشان میده و اینجا پلان ها هست که براتون نشان میده که کدام پلان میخواین، هر پلان چه امکاناتی داره و هر کدام که انتخاب بکنین اینجا براتون یک معلومات باز میشه که چطور میتونید این پلان فعال بکنید که همیشه وقت میتونید در روی این دکمه واتساپ کلیک بکنید و برای ما پیام میآید و ما میفهمیم که شما کی هستین، کسب و کارتون چی است و کدام پلان انتخاب کردین که برای خود فعال بسازین. و مراحل فعال سازی هم این رقم است که اگر حساب پی دارین میتونین مبلغ پلان را در حساب پی برای ما رایی بکنید بین این نمبر و عکسش از طریق واتساپ
برای ما شریک بسازن دیگه. همون لحظه که ما ببینیم رسیده و تایید بکنیم، همون لحظه براتون پلنتون رو فعال میکنیم. خب از این قسمت هم میریم. قسمت بعدی قسمت حسابداری است که یکی از قسمت‌های حساس سیستم هست و هر اون چیزی که اینجا شما تغییرات میدین یک سلسله تغییرات ها در قسمت‌های مختلف سیستم میاره. خب اولین قسمت چیزی که اینجا هست بررسی حساب ها هست که اینا باز یک ویدیو کاملا جدا ضرورت داره که باید برش ویدیو جدا جور بکنیم، چون اینجا مثلا میگه که همه کارهایی را که شما تا به امروز در سیستم انجام دادین میگرده و چک میکنه که اگر کدام غلطی چیزی در سیستم بتونه پیدا بکنه یا مثلا هر اون چیزی که امکاناتش باشه که یک دفعه ناخواسته یا خواسته اشتباه ثبت شود، اینجا براتون بررسی میکنه و براتون نشان میده. فعلا خب ما چیزی نداریم، اما اینجا باز توضیحات هست که اگر موردی پیدا شد، مثلا یک غلطی بود یا غلطی سیستم بود یا مثلا اشتباه انسانی بود، اینجا براتون نشان میده و میتونید راجع به اونمو از ما پرسان بکنید که ما بررسی کنیم ببینیم مشکل چی است. خب برمیگردیم دوباره به همین قسمت حسابداری. خب تنظیمات حسابداری اولی را که میبینین اینجا دو گزینه است. خب اینجا باز توضیحات هست راجبش که چی است. سال مالی خب همگی میفهم که از افغانستان سال مالی از حمل شروع میشه و شما میتونین که دیگرایش هم انتخاب بکنین مناسب به طریقه کسب و کارتان. روش حسابداری تعهدی یا نقدی به این معنا که وقتی شما یک فاکتور خرید یا فروش ثبت میکنین، پیسه او را در یک تاریخ مشخص دیگه ای میگیرین، یعنی همون لحظه پیسه را از مشتریتان نمیگیرین و یا وقتی که یک جنسی را خرید میکنین همون لحظه پیسهش نمیدین، شاید پیسهش یک ماه دیگه 2 ماه بعد یا خرد پرداخت میکنین که اکثریت در افغانستان همین رقم هستن و سیستم به صورت دیفالت این میره تعهدی میگیره که این فقط تاثیرش در گزارش هاست و هیچ گونه تأثیری در روی ثبت خرید فاکتور فروش و فاکتور خرید و اینجور چیزا نداره و هیچ رقم حساب و کتابتون به هم نمیریزه. خب قسمت بعدی یک قسمت خیلی حرفه‌ای و قسمتی هست که شما باید حتما معلومات حسابداری خوبی را داشته باشین که بفهمین یا دقیقاً چی میکنه. اگر معلومات کافی ندارین هیچ وقت به این قسمت ها به این حسابات دست نزنین و این هست برای کسایی که میخواین که درآمدهای پیش‌فرض یا هزینه‌های پیش‌فرض و یا هر اون حسابی را که ما به صورت پیش‌فرض برای همه بزنس ها در نظر گرفتیم را تغییر بدن و میاین و بر اساس چیزی که میفهمن و ضرورت دارن این را تغییر میدن. وارد جزئیات این قسمت نمیشیم چون هم ویدیو را طولانی میکنه و همی که کسایی که تجربه همراه حسابداری ندارن متوجه نمیشن که دقیقاً یا چیست. پس یا رو به همین شکلی که هست اعلام میکنیم و اینجا فقط نمی توضیحات هم میتونن بیاین بخونن و اگر میخواستین چیزی را اینجا تغییر بدن اما مطمئن نبودین که باید به چه شکل انجام بدین، میتونن از ما باز در واتساپ پرسان بکنن. خب بیایم قسمت پایین، قسمت ثبت خودکار هست. ثبت خودکار یعنی چی؟ یعنی که وقتی من یک مصرف در سیستم اضافه میکنم او اتومات ثبت شوه و اتومات حسابا را کم و زیاد بکنه. مثلا شما مثلا فاکتور خرید اضافه میکنین و آدمی هستن که شاید ضرورت داشته باشه وقتی یک فاکتور اضافه میکنه یک دفعه دیگه چک بکنه. اگر یک همچین شخصی هستن پس باید این را گل بکنه. اما اگر آدمی هستن که وقتی فاکتور رو ثبت میکنین با دقت ثبت میکنین، با درستی ثبت میکنین و میخواین همون لحظه که ثبت شد دیگه ثبت شه و حسابا رو کم و زیاد بکنه و دیگه نیاز نباشه من 2 دفعه مثلا در روی یک دکمه ثبت کلیک بکنم، این از اون خاطر است که به صورت دیفالت یا پیشفرض ما همه یا را چالان ماندیم که یگان تا مثلا مشتریای ما در اینجا اشتباه برداشت میکنن از سیستم، میگن ما مثلا یک هزینه رو ثبت کردیم خیلی چرا صندوق ما کم نشد. خب از همون خاطر اینمیا همیشه وقت چالان است چون خیلی ها همراه اینمی موضوع آشنایت ندارن. اما اگر شما میفهمین که این به دردتان میخوره و میخواین که مثلا مطمئن باشین همیشه دبل چک بکنین، میتونین بیاین این را گل بکنین. و یک قسمت دیگه ای که داریم حد تایید است. مثلا شما میگین که هر آن چیزی در این سیستم که بیشتر از 10,000 افغانی بود ضرورت داشته باشه به تایید دوباره، یعنی جدا از اینکه یارو شما اتومات ساختن که وقتی ثبت شد حسابا کم و زیاد شوه، میتونین یک محدودیت دیگه اضافه کنین فقط اونایی که کمتر از 10,000 افغانی هست اتومات ثبت شوه و اونایی که
بیشتر از 10,000 افغانی است به شکل پیشنویس ذخیره شود که من یک دفعه دیگه هم او را چک بکنم و وقتی مطمئن شدم درست است اونم را ثبت بکنم. پس تمام اینا را اگر گل بکنین، فاکتور خریدتان، فاکتور فروشتان، دیگه ثبت‌های پرداخت و دریافتتان کلگیش به شکل درافت و یا پیشنویس ذخیره میشه که هیچ رقم تأثیری در روی حساباتتان نمیاره تا وقتی که شما او را فاینال نکنین و ثبتش نکنین. این قسمت فقط برای ثبت خودکار است. خب میایم قسمت پایین، قسمت تنظیمات حواله که بیشتر برای حواله کسایی که صراف هستن استفاده میشه. خب بازم اینجا توضیحاتی هست که براتون نشان میده. الزام رمز دریافت هنگام پرداخت حواله. خب این چیزی است که سیستم براتون رمز جنریت میکنه، یعنی یک رمز 8 رقمی براتون جور میکنه که به صورت پیش‌فرض خاموش است، یعنی شما میتونید حواله را پرداخت بکنید بدون اینکه رمز تایید بکنه و هر اون صرافی که ضرورت به اینمی حالت داره میتونه بیاد در این قسمت تنظیمات و اینمی را چالان بکنه که تا که کد را وارد نکنی پرداخت از طریق سیستم انجام نمیشه. بخش خرید و فروش اسعار است که تمام این چیزایی که می‌بینیم فقط مربوط به تنظیمات حواله است و اگر شما حواله دار نیستین میتونید این قسمت ویدیو را یک کمی که پیش ببرین تا به قسمت‌های بعدی برسیم. خب بخش خرید و فروش اسعار است که هر حواله دار و یا هر صرافی ضرورت داره که ثبت معاملات خرید و فروش اسعارشان است با میز نرخ و سود لحظه‌ای تنها برای سازمان‌های دارای ماژول حواله. یعنی اگر ما مثلا اینجا خرده فروشی و عمده فروشی جور کردیم، درست اصلا چیزی به اسم حواله در اینجا نیست، پس این را خاموش کنیم یا چالان کنیم برای ما هیچ تأثیری نداره. شعبه ها و نمایندگان هم باز هم برای حواله هاست که میتونن اینجا روشن بکنن این امکانه و بعد از اون میتونن که شعبه و نماینده برای شعبهشان جور بکنن. تخت نرخ عمومی همین قسمت فقط خودش یک ویدیو جدا ضرورت داره، از این خاطر که شما میتونید مثلا اگر رفته باشین در صرافی ها میبینین که یک تلویزیون است تا اونجا و یا یک تخته LED است که مثلا نرخ دلار و نرخ تومان و نرخ یورو را همون لحظه ای مثلا براتون نشان میده که شما میتونید این امکان رو هم داشته باشین که در تلویزیون نشان میده. چالان کردن این تو یک آدرس براتون میده که اینمی آدرس هم میتونید در تلویزیون و یا در تخته دیجیتالتون باز بکنید و خودش براتون نشان میده. خب چون ما فعلا صراف نیستیم و چیزی را ثبت نکردیم به عنوان نرخ ارز پس این اصلا برای ما کار نمیکنه. خب سقف اعتماد همکاران به تفکیک ارز. به عنوان مثال اگر این فعلا خب غیر فعال است، یعنی اگر شما بگوین همکار من محدودیتش مثلا 1 لک بیشتر اعتبار سر این نفر ندارم، این و تا وقتی که غیر فعال باشد شما میتونید تا 2 لک تا 3 لک و هر چقدر که میخواین همراه همکارتون کار بکنید. اگر در روی حالت هشدار بانین، وقتی از 1 لک بیشتر شد و براتون هشدار میده که میگه سقف اعتبار همه همکارتون بیشتر شده. شما وقتی در قسمت مخاطبا یک همکار حواله جور میکنین، باز میتونین برای هر ارز برای او شخص محدودیت جور بکنین. مثلا برای دلار بگین 1000 دلار اعتبار داره، برای افغانی مثلا 1 لک داره، برای یورو مثلا 500 یورو داره، به این شکل. و هر کدام یا حواله وقتی بین هم دیگه انجام میدین، هر موقع به سقفش نزدیک شد براتون هشدار میده. اگر در روی جلوگیری بانن دیگه، وقتی مثلا 90,000 اعتبار افغانیش پر شده باشه و شما یک حواله 20,000 را بخواید برایش رای بکنین، سیستم براتون اجازه نمیده و میگه که سقف اعتماد همکارتان پر شده و براتون اجازه نمیده که پیش برین. خب این معمولا غیر فعال است و هر صرافی که ضرورت داره میتونه بیا نظر به چیزی که ضرورت داره اینجا ایرا تغییر بده. خب ثبت سند حواله دریافتی هنگام پرداخت به جای زمان ایجاد. میگه که در حالت فعال سند حسابداری حواله‌های دریافتی به جای لحظه ایجاد هنگام پرداخت به گیرنده ثبت می‌شود. به چه معنایی؟ هم دقیقاً مثل تنظیماتی است که در این قسمت است. اگر گل باشه او وقتی شما سند ثبت میکنین، سند تاثیر نمیکنه از روی حساب ها. وقتی چالان باشه که شما ثبتش میکنین، وقتی پیسه رو که بگیرین باز تاثیرات میکنه از روی حساب هایتون. خب از این قسمت هم میگذاریم میایم پایینتر، چون هر کدام یا باز ضرورت داره که یک ویدیو جداگانه برشان جور کنیم و بیایم مثلا همین را چالان کنیم و بریم ببینیم که دقیقاً چه اتفاقی میفته که از زمان و جای این ویدیو خارج است، چون این ویدیو مخصوص تنظیمات است و ان شاءالله در ویدیوهای آینده راجع به هر کدام از این قسمت‌ها باز صحبت می‌کنیم. خب میایم قسمت پایین، ارزهای مخاطبین.
این چیکار میکنه؟ این ضرورت هر آن رقم کسب و کاری هست، نه فقط صراف، هر کسی که همراه مشتری ها و یا فروشنده هایشان به چند ارز کار میکنن میتونن این قابلیت چالان کنن. با چالان کردن این وقتی شما میرین در صفحه همون مخاطبتان، به جایی که همه چیز به افغانی براتون نشان بده که مثلا شما اگر دلار گرفته باشین یا همه چیز به جای دلار نشان بده، براتون به تفکیک نشان میده. اگر همراه یک فروشنده تون شما به دلار هم جنس میخرین، به کالدار هم جنس میخرین، به تومان هم میخرین، به افغانی هم میخرین، به جایی که همه چیز فقط به افغانی براتون نشان بده، هر آن کاری که به هر ارزی همراه اون شخص کردن جدا جدا براتون نشان میده و میگه که شما طلب دارین یا بدهکار هستین. و امکانات تبدیل ارز هم هست. مثلا اگه یک نفر به شما $10,000 بدهکار است و میگه که اونمو رو تبدیل کو به افغانی امروز، و شما همون رو تبدیل میکنین به همون روز به افغانی و از او بعد دیگه این نفر به شما افغانی بدهکار است به جای دلار، که این باز بیشتر در قسمت صرافی ها استفاده میشه و بزنس های دیگه هم نظر به نیازشون میتونن از این استفاده کنن. تراز افتتاحیه به تفکیک ارز اگه اینا گل بکنین، وقتی شما یک مخاطب جدید ایجاد میکنین دیگه نمیتونن مثلا بگین که این نفر اینا میال از ما چقدر طلب یا چقدر بدهکار است. مثلا من میخوایم یک مخاطب اضافه بکنم و میگم که مثلا اینا که اضافه کردم 10,000 از ما طلب داره، یعنی از قبل در سیستم بوده ما از این پیسه گرفتیم. و یا مثلا به تفکیک ارز میایم یک ارز دیگه جور میکنم، مثلا دلار هم 10,000 افغانی، مثلا $1,000 طلب ماست مخاطب بدهکار است و اینجا طلب ماست مخاطب بدهکار است، و یا برعکسش بدهی ماست ما به این نمی شخص بدهکار هستیم و اینجا هم میتونیم دلار و یا هر ارز دیگه را تغییر بدیم. پس این قسمت اینجا تراز افتتاحیه به تفکیک ارز این کار انجام میده که همیشه وقت روشن است و شما میتونید هر زمان که هر مخاطبی را که اضافه میکنین همون چیزی که از قبل همراهتون حساب داره را اضافه بکنید. خب میایم پایینتر، و قسمت هم خلاص، میایم قسمت تنظیمات انبار و موجودی. اینجا هم باز دوباره یک سلسله توضیحات مختصرا هست که اینجا خیلی آسان و همه چیز بیشتر واضح هست، وضاحت بیشتری داره. مدیریت موجودی، خب اگر این چالان باشه شما میتونید تو گزینه رو در اینجا ببینین و اگر گل باشه دیگه اون رو نمیبینین. مدیریت چند انبار برای کسایی که خرده فروش هستن، عمومی هستن و همراه محصولات کار میکنن، این همیشه وقت چالان است که شما بتونید یک جنس از یک انبار به انبار دیگه تان انتقال بدین و ردیابی کنین که در هر انبار چقدر جنس داره. نقطه فروش مستقیم از انبار با باز و بسته کردن شیفت. شما اگه اینا گل بکنین امکاناتی مثلا اینجا سقف تخفیف و ابطال فروش و اینجا چیزا از بین میره. اگر اینا چالان بکنین اینجا براتون میگه که خب حالا یک صندوقداری که مثلا داره فروش میکنه، شما به عنوان مالک یک دونه کارمند دارین که وظیفه ثبت فروشات هست در کسب و کارتون یا در دکانتون، برش محدودیت تخفیف میده، میگن در هر فاکتور بیشتر از 100 افغانی اجازه تخفیف دادن نداره و هر موقعی که بخوای بیشتر از 100 روپیه تخفیف بده سیستم برش هشدار میده که تو نمیتونی این کار انجام بدی. ابطال فروش فقط توسط مدیر. همین صندوقدارتون وقتی مثلا یک فروش جور میکنه و او را بخواد ابطال بکنه یا او را باطل بکنه، او را از بین ببره که همچین فروشی اصلا انجام نشده، اینا میتونین چالان بکنین که فقط و فقط مالک و یا مدیر بتونه این کار انجام بده و خود صندوقدار نتونه این کارا بکنه، که با نظر به بزنستون میتونین که اینا بیاین روشن کنین یا خاموش کنین. ستون تعداد رایگان در بل خرید. این چه کار میکنه؟ مثلا شما در کسب و کارتون به این شکل است که تولید کننده براتون میگه که اگر 2 بسته الوکوزای بخری 48 دانه اگر بخری مثلا 4 دانهش برات رایگان حساب میکنیم یا 5 دانهش رایگان حساب میکنیم، که این فقط در فاکتور خرید یک ستون تعداد رایگان اضافه میکنه که باز حالا یک کیلویی باشه یا عددی باشه با هزینه صفر وارد انبار ما میشه و مبلغ بل را تغییر نمیده. یعنی اگر ما 48 دانه بخریم 44 دانه وارد میکنیم و 4 دانه دیگه ش رایگان وارد میکنیم، یا میگه که 10 تا بخر 2 تا ببر، این همون کارا میکنه. خب این به صورت پیش‌فرض خاموش است و هر بزنس که ضرورت داشته باشه میتونه اینا برای خود روشن بکنه. فروش بدون موجودی. خب این هم همیشه وقت گل است که براتون اجازه نمیده وقتی یک محصولی موجودی نداشته باشه او را بفروشین. اما یک کسب و کارتون به این شکل است که میخواین کالاهایتان منفی شوه، میتونین این را چالان بکنین و بعد از این دیگه میتونین بفروشین و جنسایتان منفی شده میره. و قسمت بعدی روش قیمت گذاری است. روش محاسبه بهای تمام شده کالای فروخته.
فروش رفته که یا میانگینی حساب بکنه یا اولین ورود اولین خروج حساب بکنه، که باز راجع به یک ویدیو مختصرا جدا جور میکنیم، چون به خاطر بعد ما یک سلسله دیتا را وارد سیستم بکنیم و براتون نشان بدیم که تغییر دادن این دقیقاً باعث چه چیزی میشه. خب دوره های مالی یک بخش خیلی کلان است که در یک ویدیو جای نمیشه و باید برای ویدیوهای مخصوص خودش جور بکنیم. خب برای فعل حال ایرا میمونیم همینجا باشه، یا معمولا سال یک دفعه میایم دوره را بسته میکنیم و دوره بعدی را جور میکنیم که ایرا بزنید و اینجا میبینید که یک دوره جدید بر ما جور شد و 1406 گرفت، که ایرا باید فکرتان باشه که اینجا هم توضیحات دادیم تا وقتی که ضرورت ندارن از این استفاده نکنید. خب میریم قسمت بعدی، حساب‌های نقدی. حساب‌های نقدی را ما در ویدیوی اول دیدیم که وقتی صفحه خوش آمدگویی را دیدیم آمدیم و نام صندوق اصلی ما را همین صندوق اصلی ماندیم که ما فقط یک دونه صندوق داریم. حالا شما میگه مثلا ما حساب بانکی داریم، حساب پی داریم، دیگه نمیفهم در عزیزی بانک حساب داریم، در افغان یونایتد بانک حساب داریم و او را چی رقم در سیستم اضافه بکنه. از این قسمت میتونه این کار انجام بده، میای اضافه کردن رو میزنیم و باز هم اینجا دوباره همه چیز هست و افزودن حساب نقدی را که بزنین اینجا باز همین فرم معروف سیستم میآید و اگر نمیفهمین که چطور باید این اضافه بکنین میتونین از ما در واتساپ پرسان بکنین. خب ازتون پرسان میکنه که نوع حساب چی است. نوع حساب اگر نقدی است پیسه در پیشتان در نقد میباشه، در سیفتان میباشه، خب نقدی میزنین، نام حساب میدن، کد حساب میدن و واحدش هم مثلا دلار، افغانی و هر چیزی که هست در نظر میگیرید. و آیا این پیش‌فرض است یا نه؟ اگه این پیش‌فرض بگیرین در زیادتر جاها خودش اتومات انتخاب میکنه، اگر نگیرین که همون صندوق اصلی میباشه. خب اگر بانک است بانک انتخاب میکنین و اگر کیف پول است، حساب پی است، ام پیسه است، هر اون چیزی که از همون رو انتخاب میکنین، نام حساب و مشخصاتش رو وارد میکنین و ذخیره میکنین و بس خلاص. خب این قسمت هم به همین شکل میمونیم. ما در حساب‌های نقدی بودیم که این مسئله سختی نیست و فقط یک دفعه که اضافه بکنین دیگه شاید تا زیادتر وقتا از این قسمت استفاده نکنین. نرخ تبادله چیکار میکنه؟ شما میتونید مثلا اگر به همراه ارزهای به غیر از افغانی کار میکنین، اینجا هر روز صبح بیاین نرخش اضافه بکنین، نرخ دلار، نرخ افغانی و نرخ مثلا یورو به افغانی، تومان به افغانی اضافه بکنید و وقتی مثلا خرید و فروش میکنین اونمون نرخ اتومات بیاید، که باز برای همین قسمت هم یک ویدیو کاملا مجزا و جدا جور میکنیم. فعلا فقط داریم معرفی میکنیم که نرم افزار ما چقدر تنظیمات داره و چه کارهایی را میتونن انجام بده، که اینجا شکل فرمش هست که هر دلار چند افغانی میشه و نرخایی را که قبلا ثبت کردیم به چه شکل بوده. خب ما قسمت مالیات هم داریم که بازم اینجا یک توضیحات هست. اگر شما جنسی را میفروشین و یا چیزی را میخرین که شامل مالیات شاملش هست و میتونین اینجا مالیاتش تنظیم بکنین، که این هم باز یک ویدیو کاملا مجزا ضرورت داره، در یک ویدیو جای نمیشه که من در اینجا توضیحات بدم براتون. اما بازم اگر در هر قسمت از این قسمت راهنمایی کار داشتین میتونین همیشه وقت در واتساپ از ما پرسان کنین و ما شما را راهنمایی میکنیم که چطور از این قسمت مالیه استفاده بکنید. چون ما حتی گزارش داریم، گزارش های مالی معاملات داریم که دقیقاً بر اساس افغانستان که روبوار شما باید مالی کسب و کارتان رو بدین، ما اینجا گزارش داریم که براتون حساب میکنه که هر ماه و هر سال به چه شکل باید شما برین و پرداخت مالیاتتان رو داشته باشین. خب میایم در قسمت تنظیمات. خب مالیات هم دیدیم. ماژول ها قسمی که در افتتاحیه و یا راه اندازی ویدیو اول دیدیم، هر اون چیزی را که شما بعدها احساس میکنین که برش ضرورت دارین، مثلا چک ها و اینجا میبینین که لیستش نیست، از این قسمت تنظیمات ماژول ها میتونین او را اضافه کنین. و یا مثلا میگین که من نوع کسب کار من اشتباه گرفتم، من اصلا خدماتی بودم یا تولیدی بودم، همیشه وقت میتونین بیاین از اینجا و ایرا تغییر بدین و هر کدام معیارم که بخواید، حتی تمامش هم که ضرورت داشته باشین، میتونین چالان بکنین. خب تنها نقصی که براتون داره اینجا خیلی منوهایتون زیاد میشه و همیشه وقت شاید سردرگم باشین. خیلی نظر به بزنستون چیزایی که واقعا ضرورت داره را چالان کنین و دیگراش گل کنین. این چیز خاص دیگه ای نداره. فیلدهای سفارشی، مثلا شما میگین که خب در مخاطب من چرا نمیتونم تذکره نفر وارد بکنم؟ اینجا چیزی که در سیستم پیدا نکردیم، مثلا در مخاطب نبود یا در محصولات نبود یا در فاکتور و حواله و پیشنهاد قیمت وجود نداشت، شما از قسمت فیلدهای سفارشی میتونید اون کارا انجام بدین که شاید یک قسم سخت معلوم شود، اما یک دفعه که انجام بدین باز براتون آسان میشه. و اگر سوالی داشتین ما همیشه در
واتساپ جوابگو هست. مثلا شما میگیم من میخوایم تذکره وقتی یک نفر ثبت میکنم باید تذکرهش هم بگیرم. خب ما این را وقت اضافه کردیم در اینجا و نوعش هم گفتیم عدد. مثلا اینجا میگه در مخاطب نامش انگلیسیش تذکره، به فارسی تذکره، و اینجا نوعش هم مثلا چه چیزی باید داخل اینمی نوشته شود. اگه متن باشه متن است، اگه عدد باشه عدد، اگه تاریخ باشه باید تاریخ انتخاب شود. مثلا میگیم که تاریخ تولد اینمی نفر کی بوده، خیلی اینجا تاریخ میگیرین که به غیر از تاریخ دیگه چیزی وارد نشه. و آیا این حتما باید پر شود، ضروری است. اگه ضروری باشه یک ستارگک میگیره، مثلا اینمی جا یک ستارگک میگیره که این حتما باید وارد بکنین. نمایش در چاپ یعنی وقتی در کدام جایی گزارشی را دارین میگیرین و یا فاکتوری چیزی را پرینت میکنید، این باید در چاپ هم بیاید یا که نبیاید. حالا شاید یک کمی برای کسایی که نو از سیستم حسابداری استفاده میکنن و کلا با مفهوم حسابداری یا نو هستن، این قسمت ها برایشان سخت باشه. پس همیشه وقت این اینجا دکمه پرسیدن هست و میتونن همراه ما با تماس شوید و ما راهنماییتون میکنیم. قسمت بعدی مشخصات چاپی است که شما چه بلایی را که چاپ میشه میتونن از اینجا برای خود ویرایش بکنین. نام انگلیسی شرکتتون به چه شکل بیاید، نام دریش به چه شکل بیاید، اگه میخوایم همراه نام اصلی تفاوت داشته باشه. شماره جوازتان اگه نیاز است که در فاکتورها باشه میتونیم وارد کنین. شماره ثبتتان، آدرس تفکیکی اگر میخواین آدرستون کلا جدا باشه، کد پستی داشته باشه، و یا اگه ضرورت به این دارین که اطلاعات بانکی و امضا هم در اونجا باشه، یا داشته پایان فاکتور رو میتونین اضافه بکنین. و حتی ستون‌های بلاک هایی که در آخر هر سند میآید میتونین او را مشخصا تغییر بدن و نظر به بزنستون چیزی را نوشته کنین. مثلا شاید بگین که جنسی که فروخته شد دیگه پس گرفته نمیشه، میتونین این تو چیزا را اضافه بکنین که باز برای هر کدام یا ویدیوهای جداگانه جور میشه و براتون کامل ریز بر ریز تشریح میکنیم که هر کدام از یارو که گل رو چالان میکنن چه اتفاقی میفته. خب از روی نامشان اکثریت معلوم است که یک کد QR براتون جور میکنه که اگر گلش کنین دیگه جور نمیکنه. شماره صفحه میده در پایین صفحه که صفحه 1 2 3 اگر گلش کنین دیگه اون نمیآید. مبلغ به حروف است که در فاکتورهای خرید و فروش میآید. اگر گلش کنین دیگه مبلغ را هیچ وقت به حروف براتون نمیگه. هر کدام یارو که تغییر بدن یک سلسله اتفاقات میافته. خب میریم در قسمت نوار ناوبری. این بیشتر برای کسایی که از تلفن استفاده میکنن کاربرد دارن. مثلا من میام اینجا تلفن میکنم، میبینین که در این پایین مثلا برای من داشبورد، مخاطبین، روزنامچه، نقطه فروش هم مثلا داره نشون میده. من میتونم همین اینا رو تغییر بدم، مثلا بگویم که به جای مخاطب فاکتور فروش برای من نشون بده. الان که ذخیره کنم میبینیم به جای مخاطب فاکتور فروش. مثلا شما دو دانه دیگه هم جای دارن. اگه تلفنتون کلان است، مثلا اولتراس یا پرو مکس است، میتونن چند دانه دیگه هم اینجا اضافه کنید. مثلا بگین که اسعار هم برای من بان و یکی دیگه هم اضافه کنم. مثلا محصولات در اینجا نیست، مثلا محصولات هم من هر دقیقه کار دارم، باز اینا براتون هم محصولات رو اضافه کرد و نقطه فروش هم اضافه کرد، روزنامچه هم اضافه کرد. اینجا چی میگه؟ اسعار چرا نیومد؟ خب این شماره 5. خب شماره 5 ذخیره تغییرات. خب محصولات، تصفیه فاکتور. یا من چی گرفتم؟ تصفیه فاکتور شد. چرا اسعار میگیرم ذخیره میکنم. خب اسعار مثل این که اصلا چیزی به اسم اسعار شاید نباشه در اینجا. جالب است که چرا این رقم کار میکنه. خب این به این خاطر است که ما نوع کسب و کار ما خرده فروشی است، درست؟ از همون خاطر وقتی من اسعار را انتخاب بکنم برای من اینجا او را نشان نمیده، چون نوع کسب و کار ما خرده فروشی است. اگه نوعش تغییر بدم به حواله، باز این انتقالات رو هم میتونن در اونجا داشته باشم. خب این از این خاطر است صحیح. خب اینم فعلا میمونه. کسایی که از تلفن استفاده میکنن و برایشون جالب است که یارو میتونن تغییر بدن یا نه، بله میتونن که تغییر بدن. خب میریم قسمت بعدی. قسمت اعلان ها هست که شما نظر به این قسمت فعلا همه چیز چالان است و شما چیزی را گل کردن نمیتونین تا وقتی که این قسمت تکمیل باشه و چیزایی که فقط مهم است براتون رایی میکنیم و چیزایی که مهم نیست رایی نمیکنیم. اما شما میتونید مثلا ساعت آلارم جور بکنین که خیلی از بزنس ها اصلا ضرورتی به این ندارن، چون ما اصلا در تلفنتون برای شما نوتیفیکیشن رایی نمیکنیم، فقط در اینمی برنامه در اینمی قسمت رایی میکنیم و یک سری چیزا هم در ایمیلتون رایی میکنیم. و فعلا تنظیمات واتساپ نداریم
که ایرا بخواین تنظیم بکنین. باز در آینده که بخیر اینمی قسمت رو جور کردیم، باز شما میتونین واتساپتون رو چالان بکنین، نمبرتون رو وارد بکنین و هر آن اتفاقی که مثلا در اینجا میفته، مثلا فاکتور پرداخت شده یا فاکتوری که سررسیدش نزدیک است، هم در برنامه براتون رای میکنه و هم در واتساپ. درست؟ تا این قسمت نوتیفیکیشن ها بود، اعلان ها بود. قسمت بعدی قسمت ذخیره سازی است که تمام چیزایی را که در هر اسنادی شما فایل آپلود میکنین یا فایل به اونمون سند فاکتور خرید یا فاکتور فروش اضافه میکنین، در اینجا لیستش براتون نشان میدم. چون پلن ما فعلا رایگان است، ما به این امکان دسترسی نداریم. قسمت آخر قسمت مدیریت داده هاست که اینجا باید یک مقدار فکرتون باشه که اینجا خیلی حساس است. شما میتونید پشتیبانی کامل بگیرین و بکاپ تمام کارهایی را که تا به امروز انجام دادن اینجا بگیرین و هر اون زمان که ضرورت داشتین مثلا بیاین جدا جدا مخاطبایتان، محصولاتتان، حسابایتان، سندایتان، تراکنش ها، فاکتورها و هر اون چیزی را که ضرورت دارین جدا جدا از اینجا دانلود بکنین و بعدها اگر مثلا میخواین سیستم رو اندازی بکنین و از یک سیستم دیگه میایین، میتونین اینجا همو را اضافه بکنه فایلش و مثلا مخاطبایتون اتومات میاد از سیستم و محصولاتتون اتومات از سیستم میاد بدون اینکه دانه دانه وارد بکنید. خب یک منطقه خطرناک داریم در اینجا که شما میتونید هر اون کاری را که تا این میال در سیستم انجام دادین کلش یک جای پاک بکنید. مثلا شما در همین ورژن رایگان آمدین و چند دانه مخاطب و چند دانه محصول و یک دو سه دانه فاکتور خرید آزمایشی اضافه کردین که ببینید سیستم دقیقاً چیکار میکنه و حالا میخواین که فاکتورهای واقعی و پیسه واقعی را در سیستم وارد کنین، همیشه وقت میتونین بیاین از اینجا و این سیستم تمام چیزایی که خیلی چینه است میتونین پاک بکنین و مخاطبایتون مثلا براتون نگاه میکنه که دوباره وارد نکنه. اگه مثلا شما 10 دانه محصول وارد کردین، خب وارد کردن دوباره شاید خیلی وقتگیر باشه و پاک کردن شاید کار صحیحی نباشه. پس یا را جزء گزینه‌های اضافی و جدا گرفتیم و حتی سوابق تغییراتتان و اگر می‌خواستین کل چیزا را پاک کنین فقط کلش در نظر میگیرن و پاک میکنن. حالا این را میتونین چالان بانین، میتونین نمانین که پیش از پاک کردن یک پشتیبان هم بگیره که براتون اتومات دانلود میکنه و در کامپیوترتون ذخیره میکنه. خب این بود از قسمت تنظیمات ما که معرفی کردیم دقیقاً سیستم ما چقدر امکانات داره و هر آن چیز شما از کدام قسمت میتونین نگاه بکنین. دیگه اگر وقت ویدیو یا کمی زیاد شده بخشش باشه، دیگه میتونین سرعتش کم و زیاد بکنین که زودتر ببینین یا هر قسمتی رو که میخواستین رد بکنین. دیگه انشالله در ویدیوهای دیگه باز راجع به قسمت‌های دیگه صحبت میکنیم، راهنما، گزارش و اینکه چطور قسمت ارتقای ما پیش میره. دیگه جور و صحتمند باشین.